درست قبل از اینکه به خواب بروی، اتفاقی قدرتمند رخ می‌دهد. تو وارد حالتی می‌شوی که در آن ذهن ناخودآگاهت بازتر و پذیراتر می‌شود. می‌خواهیم این قدرت جادویی را آزاد کنیم. پس با من همراه باش تا با تکنیک نویل گادارد یاد بگیری که چطور ذهن ناخودآگاهت را قبل از خواب برنامه‌ریزی کنی تا هر آنچه می‌خواهی را به سمتت جذب کند. چه عشق، چه سلامتی، چه ثروت یا آرامش، همه در درون تو هستند. همه از درون تو منشأ می‌گیرند. فقط باید بذر آن را در خاک مناسب بکاری. و چه خاکی حاصلخیزتر و جادویی‌تر از ذهن ناخودآگاهت دقیقاً قبل از خواب. اما چرا این کار قبل از خواب مؤثر است؟ علم میگوید که وقتی به خواب می‌رویم، امواج مغزی ما به حالتهای کندتری تغییر می‌کنند. از بتا به آلفا، سپس تتا و در نهایت دلتا. در حالت تتا درست قبل از خواب، فیلترهای ذهن خودآگاه کنار می‌روند و ذهن ناخودآگاه بیشتر پذیرای اطلاعات می‌شود. اینجاست که ذهن تو بیش از هر زمانی آماده شکل‌گیری باورها و برنامه‌ریزی دوباره است. به همین دلیل افکاری که قبل از خواب داری بسیار مهم هستند. آنها فقط وارد رویاهایت نمی‌شوند، بلکه به عمق ذهن ناخودآگاهت نفوذ می‌کنند و اگر تکرار شوند تبدیل به باورها، عادات و در نهایت واقعیت‌هایت می‌شوند. 30 تا 60 دقیقه پایانی روزت چیزی است که من به آن ساعت طلایی می‌گویم. در این زمان ناخودآگاهت دقیق‌تر از هر لحظه‌ای به تو گوش می‌دهد. اگر با نگرانی، عصبانیت یا ناامیدی به خواب بروی، همان احساسات در رویاهایت تکرار می‌شوند. اما اگر با امید، آرامش و وضوح ذهنی بخوابی، ذهن تو شروع می‌کند به همکاری با تو. پس وظیفه تو این است که از چیزی که در این لحظات پایانی به مغزت می‌دهی آگاه شوی. گوشی را کنار بگذار، اخبار را خاموش کن و کنترل ذهنت را به دست بگیر. حالا بیا 5 قدم ساده ولی قدرتمند را بررسی کنیم که با آنها می توانی قبل از خواب ذهن ناخودآگاهت را برای جذب خواسته هایت برنامه ریزی کنی. قدم اول، نیتی واضح برای خودت تعیین کن. قبل از اینکه چشمانت را ببندی تصمیم بگیر. دقیقاً چه چیزی را می خواهی جذب کنی؟ در خواستت واضح باش. نگو می خواهم پولدار شوم، بلکه بگو من در حال جذب $10,000 از طریق فرصت‌های خلاقانه هستم. ذهن ناخودآگاه دقیق پاسخ می‌دهد. نیت‌های مبهم نتایج مبهم به بار می‌آورند. پس صریح و جسور باش. قدم دوم، تجسم کن. حالا چشمانت را ببند و تصویر سازی کن. خودت را ببین که در حال زندگی با خواسته هایت هستی. حسشان کن. صداها، رنگها و احساسات را تصور کن. فقط نبین، آنها را زندگی کن. اگر رابطه‌ای می‌خواهی، لبخند فرد مورد نظرت را تصور کن. اگر پول می‌خواهی، تصور کن که احساس دیدن آن همه پول در حسابت چیست. ذهن ناخودآگاه بین واقعیت و تصورات تو فرقی نمی‌گذارد و فقط به احساس و تکرار پاسخ می‌دهد. قدم سوم، تکرار عبارات مثبت. عبارات تأکیدی را در ذهنت یا به صورت آرام زمزمه کن. مثلا، من شایسته عشق و موفقیت هستم. پول به آسانی به سوی من می‌آید. من سالم، قوی و در مسیر رسالتم هستم. مهم است که از زمان حال استفاده کنی. نگو من خواهم بود، بگو من هستم. ذهن ناخودآگاه مفهوم آینده را نمی‌فهمد. قدم چهارم، احساس را اضافه کن. احساس چسب افکار است. وقتی تصویر سازی می کنی، احساسش را نیز داشته باش. لبخند بزن، هیجان زده شو، سپاسگزار باش. انگار که همکنون رخ داده است. اگر احساسی نباشد، انرژی نیز به حرکت نمی افتد. اگر انرژی نباشد، تجلی در کار نیست. قدم پنجم، رها کن و بخواب. در نهایت رها کن. نگران چگونگی اتفاق افتادنش نباش. کار تو این نیست که جهان را مدیریت کنی. کار تو ایمان و اجازه دادن است. با خودت بگو رها می کنم، اعتماد دارم و اجازه می دهم. و بعد بخواب. با این باور که ذهن ناخودآگاهت در حال کار کردن برای توست. خیلی ممنون که همراه کانال روشناک هستی.
اگر این ویدیو بهت کمک کرد، لایک کن، سابسکرایب کن و برام تو قسمت کامنت ها بنویس که امشب چی رو میخوای جذب کنی. و یادت نره، افکارت قبل از خواب دنیایی رو برات میسازن که تو فردا صبح در اون بیدار میشی.